کاکا جان بله. از پدرم جلالی مرحوم آه. شما کدام خاطره که در جای نگفته باشین که دوستای عزیز وطندارای عزیز علاقمنداش نشنیده باشه اگر میشه بر ما بگوی هزاران خاطره یکی نی خب خاطره هایی که موضوعاتی که نشر نشده و کسی نشنیده و کسی نمیفهمه نه خود مدار ما داشتیم یک موتر دیناره همواره فقط بگی که خودت جور کرده باشه از بیلر نه یک چندین سالهای پیش خب علمی جلالی دریور بود ما کلینر خب سواری میبردیم در میلر کارت نو فهمیدی؟ دیگه این خود تکت که بود یک ذره دیگه یک ذره نیست زیادم تو سراخ بود باران شدید خب سواری بار کرد میریم طرف چوک دیگه نمونجا سیاسارا شده بود چکک میکرد سرشون خب باز یک غارک کس نه در دریوره معلوم میشه و یکی سر خود بیش که گفت که استاد خودت قرار دستی چیشته ای ما اینجا در زیر چکک شدی نگویی که اون بام موتر سوراخ بود بخید خب از اینجا شوری تا نوار میامد خب چندین جای شور رسی تا میامد اسید گفت نه نشیستیم اینجا دستی نه ما در زیر نوادان شیشتیم و شما را خود زیر چکک شدیم خودم در زیر نوادان شیشتیم اینجا راستی هم که سعی میکردی که دم پشت گردن جبرا شده همینجا دیگه دوستای عزیز این میرقم هزاران خاطره مستند یعنی چیزایی که نشر نشده باشه و یک بار گفتم و کسایی که اقارب دوست یا رفیقش بود از ما بود و خیلی نزدیک بودن خیلی قریب بودن که هر کدام از او هزاران خاطره و هزاران سخن و هزاران مطلب هست که انشالله در آینده یکی به نشر خواهد چینل ما را لایک شیر سابسکرایب کنین تا برنامه جالب و دیدنی ما را بیننده باشین بله زنگوله یادتان داره